محمد جان استاد. فردا صبح زود بیا، ساعت 8 صبح بیا که 5 تا کیره فردا باید ختنه کنی. خب 2 تا کیر طلابه، 2 تا همین دوست آبادی خودمون، یکم کالا زرکش، اینا رو برو ختنه کن، روزی 500 تومن بید بده. خب آماده این کال زرکشه رو که من نمورم. به چی؟ اگر بزرگه کیرش خیلی بزرگه. این یک 18 سالشه دیگه. نه برای کیرش بزرگه بود. درد منم که محسن. بعد برو رد برای ما اینجوری نمی‌صرفه روزموز. خود چجوری نمی‌صرفه؟ مو کیری حساب میکنم. خودت چجوری کیری؟ الان چند 5 تا 5 تا کیر. کیر. 3 تا کیر مال تو، 2 تا کیر مال مو. 3 تا کیر مال بخوام. خب بابا برام منم در کنم، بابا کرا مغازه دستگاه قیچی‌ها کن میشن. خب برای ما هم بسته آماده دیگه. خب 2 تا کیرا طلاب برای خودم برمی‌دارم. طلاب دیگه بالا ها. شده کیراش هم کوچیکه برای خودم ها. برمی‌دارم. کیر بزرگا رو نمی‌تونم. کیر بزرگان مال ما. دیگه بعد اینه بزرگه. بزرگا یکم 100 تومن اضافه بگیر دیگه. اشکال نداره. 100 تا اضافه می‌گیرم کیرا اشکال بزرگا نداره. تو کوچیکا من. باش. پس فردا صبح ساعت 8 ببینین یا آبگوش